ما استاد در یک مومنت هستم که خودم قطعی خودم در جنگم داد ما تویست میخوام که اون کاری خطا نکنم ایشون مومنتی میشه که خودم ریگروف کردن میتونم ما فکر میکنم که یگام جین میگن جین میگن موجود باشه برای که ما اولو تویست پیش مسکو آمدنم نمازان میخوندم کتابان میخوندم مقصد عربی کم کم خوندم میتونم تا کتابان میخوندم ایرو تجویدم کم کم درس میگرفتم اما شما میفهمیدم انا درجه که اومدم تا تو یک دو سه هفته پیش میخوندم هنوز یک دو سه هفته شه نمیدونم چی بالام زده مقصد که خیلی احساس نمیکنم ده میخوام که بخونم نمازم نه می چیزی هست که نه ده بیست یاد میگذارم که اینا بیست نشید توستی خلک او خلک همین ده یا که یگام توصیه میدادن یا که اگر میشید یا خوش میکنم که درس ما یگام دو میکنن که ما برای راست ایده چیم الله تعالی برای راست هدایت نه هر یکی ما شما رو جمله مسلمان ها را بله توبه کنید شاید اگر گناهی کردید که شیطان به بالای شما حکمران شد الله تعالی میگه که لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون شیطان سلطنت ندارد بر بالای آنهایی که ایمان دارند و بر بالای آنهایی که به الله تعالی توکل میکنند حکمرانی ندارد یعنی گپی شیطان نمیگذارد وقتی که گپی شیطان برای شما گذشته سادس و نمازهاتون ترک کرده سره با وجود اینکه میدونید که راه خطا هست لیکن نمیتونید برای نیک برگردید توبه کنید اولا کدام گناهی کردید که الله تعالی برای شیطان اجازه داد که بر بالای شما حکمران شد این مصیبتی در دین است حق کسی را پایمال کردید کسی را ظلم کردید حق الله تعالی را پایمال کردید جستجو کنید توبه کنید بعد از آن کلمه گردانید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله الاسلام یجب ما قبل اسلام آن گناهایی که پیش از شد خودش شد اون عفو میکنه وقتی که کلمه گردانیدید الله تعالی ما رو به این امر کرده است یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ای آنهایی که ایمان آورید به الله تعالی ایمان بیارید یعنی تجدید کلمه کنید شاید اگه گپی کفر گفته شاید اگه عملی کفر کردید توبه کنید و بازگشت به سوی الله تعالی کنید نماز خوانید اگرچه بر بالاتون مشقت است و انها لکبیره الا علی الخاشعین نماز واقعا وزنین است لثقیله بسیار وزنین است دو رکعت نماز 5 دقیقه وقت میگیره لیکن بسیار وزنین است مگر برای شخصیت هایی که از الله تعالی میترسند یعنی که نماز وزنین است اگر الله تعالی آسان نکند بنابراین از الله تعالی یاری و مدد پرسید الله تعالی هدایت کند الله اعلم